سروک حکومت هرما کردستان دلخوشی خواب پشتنا تروریست ابو ابراهیم الهاشمی القرشی کو حاجی عبدالله تناسکرن نشان دا و گوت خلک کردستان و به تایبەتی کردن ایزیدی به نوچه دلخوشن. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان الهجمار خویا تایبەت لتورا جواکیا تویتر را گهاند کو پیروزباهی و ستایشاوی اپراسیون لجو بایدن سروک امریکا و ارتشا امریکا دکم. اروها سروک حکومت هرما کردستان گوت کو خلک کردستان بگشتی و به تایبەتی کردن ایزیدی به نوچه دلخوشن. سروک حکومت هرما کردستان گوت جی کو جنابرنا امیر داعش ابو ابراهیم الهاشمی القرشی کو حاجی عبدالله تناسکرن جه دلخوشی و پیشوازیه جبر جنوساید کرن و کریارن تروریستین القرشی بداوی هاتن جارکدن داعش شکست خواره. شفا بوری هزن امریکا باکور سوریه دریا داخستنک اسمانی و آنگو انزال جوی لسر خانیه کی سیقات کو برپرسیار یکی داعش ابو ابراهیم القرشی تدبو کارین امیر داعش دور پیچ بکن. وکرا گاندنا فرمیا امریکا دایا زانین کو دما اپراسیون ده حاجی عبدالله امیر داعش لقاطیسی خود قاندود انجام ده زاروکو هفجیناوی هاتن کشتن. سروک حکومت هرما کردستان داخواز امریکا و هفپیمانان کر کود پروگراما پشتوانی کرنا پرچکرنا پیشمرگه و ارتش عراقی ده بردوام بن جبرهینا مطرسیا داعش بداوی نهاتیه. رامی عبدالرحمن ریوبر روانگاه سوریه یا مافی مروان جبوی اجانس فرانس پریس راگهاند دو بلا فرنچرین هفپیمانیان اف دولتی بسرپرشتی امریکا پروسه که داخستنا اسمانی لنیزی واجار اتمه لباکور روژاوای سوریه پروسه انزال جوی انجام دا شروپفچون بوده مادی ده مجمیران بردوام کر. هروها رامی عبدالرحمن دازانین کو اوه پروسه داخستنا اسمانیه کو هفپیمانیان اف دولتی انجام دایه مزنترین اپراسیون جو سال 2019 و حتی وکه ایرو. جبر او جهه کو داخستنا اسمانی لحاتیه کرن سرکردین تندرو وکه براگه جو خراب کارتانین. پشتی بداوی هاتنا اپراسیون اسمانی هات دیار کرن کو امیر یکی داعش لوی دوری بو ده انجام اپراسیون ده هات کشتن.